به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران علی قدر و برادران و خواهران اهل اسلامی من، بنده امروز خواستم برای شمایان یک قصه دیگری با نام فرشته با نام مادر نقل نمایم. به الهی اگر در وقت گفتن این قصه اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. یک کودکی که آماده تولد شدن بود، رو به سوی خداوند مهربان کرده پرسید: ای خدای مهربان و بخشنده، میگویم فردا مرا به زمین میفرستی، اما من با این خردی و بدون هیچ کمکی چگونه میتوانم برای زندگی به آنجا بروم؟ حاطفی از جانب خداوند به او صدا داد: از میان تعداد بسیاری از فرشتگانم من یکی را برای تو در نظر گرفتم که او در انتظار توست و از تو نگهداری خواهد کرد. کودک هنوز نمیدانست که میخواهد برود یا نه. باز رو به سوی خداوند کرد و گفت: خدایا، من در اینجا کار نمی کنم، مشکلی ندارم، کار بهجوز خندیدن و آواز خواندن ندارم و اینها برای شادی من کافی هستند. حاطفی از جانب خداوند به او ندا کرد: فرشته تو برایت آواز خواهد خواند و برای تو لبخند خواهد زد، طوری که تو عشق او را احساس خواهی کرد و شاد خواهی شد. کودک با نگرانی پرسید: ای خدای مهربان، وقتی من زبان آنها را نمیدانم، چطور میتوانم بفهمم که آنها چی میگویند؟ دوباره صدای لطیف حاطف غیب گوشی را نوازش کرد و فرمود: فرشته تو زیباترین و شیرین ترین واژه هایی را که ممکن است بشنوی در گوش تو زمزمه خواهد کرد و با صبر و بردباری به تو یاد خواهد داد که چگونه صحبت کنی. کودک با ناراحتی ادامه داد: وقتی بخواهم با تو صحبت کنم چی کاری کنم؟ از آنجا چگونه با تو صحبت کنم؟ پاسخ شنید که فرشته دستهایت را در کنار همدیگر قرار داده به تو یاد میدهد که چگونه دعا کنی و با من سخن میگویی. کودک سرش را پایین افکند و پرسید: شنیدم که در زمین انسانهای بدی هم زندگی میکنند، از آنها مرا کی محافظت میکند؟ آواز آمد که فرشته دست و نگهداری خواهد کرد، حتی اگر به قیمت جان خودش باشد. کودک دست برداشت و پرسید: خدایا، اگر قرار است بروم، پس نام فرشته هم چیست؟ جواب شنید که نام فرشته اهمیت ندارد، با سادگی میتونی او را مادر صدا کنی. آره، نام این فرشته زمینی مادر است، فرشته‌ای که خداوند برای نگهداری و محافظت کودکان انتخاب کرده است مادر است. اما آنچه مهم است این است که آیا این فرشتگان زمینی همیشه به وظیفه‌های خود درست عمل می کنند؟ پس هر یک زن یا مادر از خود بپرسد که به این وظیفه حساس خود چقدر عمل کرده است. آیا تا حال درباره خدا و مهربانی او به فرزندان سخن گفته است؟ آیا با فرزندان آموخته است که چگونه با خدایش سخن بگوید؟ آیا درباره امر و فرمانهای خداوند به فرزندانش چیزی گفته است؟ آیا از عشق مهربانی و نعمتهای پروردگارش به او چیزی آموخته است؟ مادران علی قدر، در ذهن فرزندانتان از خداوند موجود ترسناک و خشمگین نسازید، بلکه کاری کنید که فرزندانتان عاشق خدا باشد، او را بهترین دوستی خود بداند. اما شما ای کسانی که امروز فرشته زمینی بی‌نیاز گشته اید، آیا حق او را به جا آورده اید؟ آیا یک شب بی‌خوابی او را جبران کرده اید؟ آیا یک روزی نگرانی او را برای بیماریتان جبران کرده اید؟ آیا بهای یک ذره محبتی او را پرداخت کرده اید؟ آیا پاسخ الله های عاشقانه نیمشبه مادر را داده اید؟ اگر به این گفته ها فکر کنیم، پی میبریم که هیچگاه نمیتوانیم جواب آن همه زحمت و مهنت این فرشته زمینی یعنی مادر را بدهیم. ما از جبران زحمت عاشقانه این فرشته الهی عاجزیم. باز هم عشق این فرشته است که ما را از عذاب وجدانمان میرهاند. اگر ما با کم در این کار خوبی خود لحظه خاطری او را شاد گردانیم، اسم او را عاشقانه صدا بزنیم و از او عاجزانه طلب دعا کنیم، باز هم شاهد تبسم زیبا و دعاهای عاشقانه او در حق خودمان خواهیم بود. برادران و خواهران اهل اسلام من، به حرمت خداوند به قدر مادران رسیده دست دعای خیر آنان را بگیرین. ای خدای مهربان، از تو دست به دعا پرداشه طلب میکنیم و التجا میکنیم که پدر و مادر هر یک ما را
در حفظ و امانت خود نگه داشته و خطاگی های نادانی ما فرزندان را مغفرت کنه. برای ما ایمان و عقل کامل نصیب گردان تا اینکه یک عمر در خدمت پدر و مادر باشیم، از راه خطا و از کار خطا، از فکر و گمانهای خطا دور باشیم، برای اون دست و دعای پدر و مادر لایق باشیم. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. و الهی بار دیگر تکرار میگویم که اگر در وقت این قصه مادر اگر به خطاگی راه داده باشم، خداوند مهربان مرا مغفرت کند و همه ما و شما را از نور ایمانی که عطا فرمود جدا نگرداند. خداوند مهربان همه ما و شما را برای راست هدایت کند و خدمت والدین کردن را برای هر یک ما و شما نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین.